بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دیگر از درس های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه در ادامه درس گذشته انواع وزارت ها را توضیح خواهیم داد. در گذشته توضیح دادیم که در هر نظام سیاسی در واقع و همچنین در نظام سیاست اسلامی سه نوع قوه وجود دارد: قوه تنظیمیه یا همون قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجراییه یا تنفیذیه. که قوه تنفیذیه همون میشه بحث امیر دولت، رئیس دولت و وزارتخانه ها. و حالا میرسیم به بحث اینکه وزارت ها به دو دسته در تاریخ اسلام تقسیم شده و این هم بگیم که بازم این موضوع از موضوعاتی نیست که منصوص باشد در شریعت آمده باشه در کتاب و سنت که باید دو نوع وزیر داشته باشیم. نه خیر، دو نوع وزیر طبعا چی شده؟ مطرح شده و با قوانین شرعی مخالف نبوده، جایز است. جایی که مخالف باشد مشکل دارد. باز هم میشه از همون مباحثی که قبلا توضیح دادیم، از جمله متغیرات، یعنی میتونه انواع وزیر با سه نوع وزیر بشه، 10 نوع وزیر بشه، هر چی میخوای، کم و زیاد چه مشکل نداره تا وقتی که مخالفتی با قوانین شرعی نداشته باشد. خب ابتداءً چی میکنیم؟ صفحه کتاب خدمت شما ارائه میکنم و امروز میخوانیم که دو نوع وزارت اینجا توضیح میده، اما یک نوع او که محل بحث است میتونه نادرست باشه، ناجایز باشه و میتونه درست باشه نظر به حالات و شرایطی که متفاوت میشه. لحاظا اینجا توضیح داده، گفته که وقد قسم الفقهاء الوزراء الى نوعین. فقها وزرا را به دو نوع تقسیم کردن، یکی وزیر تفویض، یکی وزیر تنفیذ. البته یعنی اینا خود به خود به وجود آمده، نه اینکه گفتیم در شرع نصی برای این آمده باشد. جستجو شده دیدم همین دو نوع وزارت در تاریخ بوده. البته این نوع وزیر تفویض که هست یک مقطع خاصی از تاریخ اسلام بعضی اوقات بوده و بعضی اوقات میتونه این خوب باشه، بعضی اوقات میتونه که این بد باشه و خلاصه همون جاهایی که بوده خیلی یک شکل مناسبی گاهی اوقات داشته، گاهی اوقات نداشته. حالا میایم متوجه میشیم که اینها چیست. وزیر تفویض یعنی وزیری که تمام امور به او سپرده شده و هیچ نیازی به اجازه رئیس دولت ندارد، به سر خود همه کارا رو انجام میده، تمام امور به او تفویض شده. اما وزیر تنفیذ کسی است که مسائل به او دستور داده میشه، او اجرا میکنه، فقط تنفیذ میکنه، اجرا میکنه، خودش مستقل نیست در حکم خود، باید اجازه بگیرد کار کند. حالا اینجا ببینید وزیر و هو الرجل الموثوق فی دینه. وزیر همون کسی است که یعنی اصلا باید در اسلام همچنین است، در سیاست اسلامی مردی است که موثوق باشد، یعنی معتمد باشد در دین خودش، در عقل خودش. الذی یشاوره الخلیفه، که امیر مسلمین با او مشورت میکند، هم دیندار باشد هم عاقل و فهمیده باشد. و ولایته، ولایتی که به او سپرده میشه یعنی صلاحیتی که به او داده میشه یا به تفویض از امام است، از رئیس دولت است، در تمامی اموری که متعلق به اوست اجازه مطلق، دیگه نیاز نداره اصلا مشورت کند با رئیس دولت. یدبرها برأیه و یمضیها علی اجتهاده، به رأی خودش تدبیر امور میکنه و بر اساس اجتهاد خودش کارها را امضا و جاری میکنه. و یستقل بالولایات العامه، ولایت های عمومی یا صلاحیت های عمومی همه مستقلا به اختیار خودش است، از هیچ کس اجازه نمیگیره. و بعضی از فقها این وزیر را وزیر تفویض گفتند یا صاحب الوزارت المطلقه گفتند، کسی که وزارت مطلق دارد. علامه ماوردی چنین تعریف کرده، گفته به ان یستوزر الامام، به اینکه رئیس دولت، امام مسلمین، کسی را وزیر تعیین کرده که تفویض تدبیر امور را به او کرده، به رأی خودش و به امضای خودش، بر اساس اجتهاد خودش. و قاعده عمومی این است ان کل ما صح من الامام صح من وزیر تفویض. هر کاری که رئیس دولت امیرالمومنین میتونه انجام بده، این وزیر تفویض انجام میده. ولم یستثن من ذلك الا 3 اشیاء، اما 3 چیز فقط نمیتونه، 3 کار این وزیر انجام داده نمیتونه. اول اینکه امام یا رئیس دولت میتونه که بعد از خود یک شخص دیگری را تعیین کند که همین شخص چی باشه؟ رئیس دولت باشه. البته بر اساس مشوره مسلمین، او هم نسبی نه، میراثی نه، فرزند خود نمیتونه، از اهل بیت خودش نمیتونه، باید دیگه کس باشه و او کس هم بر اساس صلاحیت و لیاقت و مشوره مسلمین.
وليس لذلك لوزیر التفویض. وزیر التفویض صلاحیت نداره، این کار کرده نمیتونه. دوم، این تفاوت‌ها بین وزیر التفویض و یا هم وزیر مطلق و رئیس دولت است. دوم، امام و رهبر مسلمین میتونه که استعفا کنه از رهبریت خود، اما وزیر التفویض نمیتونه او استعفا بده، رئیس دولت را استعفا بده. رئیس دولت خودش مستقل است و شأن او خیلی بالاتر از وزیر التفویض است در این مسئله. سوم این که امام میتونه که هر کسی را که وزیر به او وظیفه داده او را عزل بکنه، اما وزیر نمیتونه هر کسی را که امام رئیس دولت تعیین کرده او را عزل بکنه. این سه چیز گفتن فرق بین وزیر مطلق و رئیس دولت هست. دیگه امور همه دیگه وزیر مطلق مثل خود رئیس دولت است. ولی اهمیت وزارت التفویض اشترط لها الفقهاء شروط الامامه. به همین دلیل فقها گفتن هر کس وزیر التفویض شده نمیتونه. کسی میتونه باشه که همون شرایط رهبر و امام رو داشته باشد، بغیر از بحث نسب که قریشی بودن که قبلا این بحث مفصل توضیح دادم که این مسئله لازم نیست. اما دیگه شروط همه عادل باشد، درجه اجتهادی محل بحث که بود توضیح دادیم، شروط اتفاقی و شروط اختلافی قبلا خواندیم اینا. ولی خطورت منصب وزیر التفویض و از بس مسئله خطیری است، مسئله مهمی است وزارت مطلقه و ترس این است که این جناب وزیر باز مستبد بشه، مستقل به رأی بشه. لحاظا برای این منصب دو تا امر دیگه هم شرط شده. اول اینکه واجب است بر وزیر ان یطالع الامام بما انزاه، اینکه هر کاری را که انجام میدهد برای رئیس دولت اطلاع بدهد از تدبیر امور، تا اینکه مستبد به رأی نشود، تا اینکه استبداد نکند مثل امام. حالا امام که هست، البته امام هم مستبد مستقلی نیست، او هم باید مشوره کنه، بر اساس مشوره باید کار کنه، اما تصمیم گیری نهایی باز خودش انجام میده. اما به هر حال وزیر نباید این کاره بکنه. وزیر مطلق، وزیر مطلق یعنی یک شرطی میگذاره که کمی وزیر رو محدود کنه، که وزیر خیلی قدرت تمرکز قدرت برایش پیدا نشه، باز مشکل ایجاد نکنه. دوم این که بر امام لازم است که اعمال وزیر التفویض را همیشه چی کند، زیر نظر بگیرد، تا هر کدام را که موافق صواب و درست است تایید کند و یستدرک ما خالفه، هرچی هم که اشتباس مخالف است او را استدراک کنه، یعنی اصلاح کنه. و منصب وزیر التفویض، حالا بس امروز وزیر التفویض اصلا ما داریم، در گذشته فقها بحث کردن وزیر التفویض، وزیر تنفیذ، این چنین وزیری داریم. گفتن که بهترین مثالی که به او تطبیق بخوره همون ریاست الوزراست، رئیس الوزراست به اصطلاح. ریاست وزرا که به کسی داده میشه رئیس الوزرا میشه، همین آدم مستقل است، کل کارها رو انجام میده. رئیس الوزرا در بعضی از نظام ها و قوانین یا همون نخست وزیر در بعضی از کشورهایی که رهبری دارن رئیس دولتی هست، رئیس دولت هیچ کار نمیکنه، کل کارها قدرت همه چیز به دست کیست؟ نخست وزیر است. در واقع نخست وزیر میشه همون وزارت مطلقه یا وزارت التفویض که در گذشته هم در خلافت‌های اسلامی در نظام‌های دولت اسلامی بوده، خصوصا در دولت عباسی ها و خصوصا زمانی که ضعیف شده بودن. دولت عباسی ها زمانی که ضعیف شده بود چی میشد؟ وزرا به اصطلاح قدرت به دست وزرا بود و مقام خلیفه و امیرالمومنین مقام تبرکی و اسمی بود. خلیفه هیچ قدرتی نداشت، تبرکن به خاطر آرامش مردم که مردم دلشان خوش باشه که خلیفه‌ای داریم، خلاصه او خلیفه‌ای تعیین کرده بودن، اما تمام کارها به صلاحیت جناب نخست وزیر بود یا هم وزیر التفویض و کارها رو انجام میداد. این وزارت نخست وزیری یا وزارت التفویض این در اسلام درست نیست، به این شکلی که این مستقل باشه و هر جنایتی که میخواد انجام بده، مگر اینکه باز کارهای او موافق شرع باشه، کارهای درست بر اساس شورا باشه، همون قانون و امرهم شورا بینهم. اگر مستبد به رأی بود سر خود کار میکرد و هیچ مشوره و شورایی نداشت و مصلحت مسلمین نمیسنجید در دین و دنیا، باز دیگه این شخص لیاقت این منصب را ندارد. منصب وزیر التفویض یرى البعض انه یکاد ینطبق علی منصب الوزیر الاول، میگه بعضی به این نظر هستن که امروزه به مقام وزیر اول یا نخست وزیر خیلی تطبیق میخوره، یا رئیس الوزراء که مقام رئیس دولت استاد میشه. ابن خلدون گفته است که سبب در وجود این نوع از وزارت این بوده که خلافت خصوصا در دوران عباسی ها به مراحلی تیر شده، یک مراحل خیلی ضعیف بوده. کان فیها الخلیفه لا یملک الا سلطه الاسمیه، خلیفه یک سلطه اسمی داشته، یک اسمی بوده که خلیفه هست، و وزیر اول مستبد به رأی بوده، همه کارا رو انجام میداده. فاحتاج اینجا احتیاج بوده
الى استنابة الخلیفه لتصحیح تصرفاته وفق احکام شرعیه. و خلاصه این نائب خلیفه میشده تا اینکه احکام رو بتونه انجام بده به موافق احکام شرعی، البته که البته گفتیم بعضی وقت هم استبداد میشده، این کار صورت نمیگرفته. ابن خلدون گفته وزرا تقسیم میشوند الى وزارت تنفیذ و یکم وزارت تفویض و هی حال ما یکون سلطان قائما علی نفسه. اینجا این مثال جالبی داده ابن خلدون. ابن خلدون میخواد بگه اصلا دیگه این مقام نخست وزیری یا وزارت مطلقه فقط زمانی میشه که پادشاه و رئیس دولت خلیفه مسلمین ضعیف است، خودش قیام به نفس نداره، خیلی قائم نیست، نمیتونه به کار کنه، خیلی به لحاظ نخست وزیر به نیابت او هم کارا رو انجام میده. اما جایی که او قوی است، نخست وزیر دیگه اصلا نخست وزیر او صلاحیت نداره، توانایی نداره. لازم میگه وزارت تقسیم شده به وزارت تنفیذ و هی حال ما یکون سلطان قائما علی نفسه. این زمانی است که سلطان به نفس خود قائم است، محکم ایستاده کار میکنه. اینجا وزارت تنفیذی است، یعنی فقط کارها رو اجرا میکنه جناب وزیر. و یکی دیگه وزارت تفویض و این زمانی است که وزیر مستبد است بر آن، یعنی مستبد است بالای سلطان، سلطان ضعیفه، اینجا قائم به نفسه نیست دیگه، مشکل داره، لازم همون کارا وزیر انجام بده، نخست وزیر. حالا یک بحث دیگه، فعلا در شرایط امروزی ما در یک دولت اکثریت وزارت‌های تنفیذی وجود دارد الا وزارت نخست وزیر که وزارت تفویضی دارد. و این وزارت‌های تنفیذی دیگه اینا اجرا کننده کارهایند، کارها را اجرا میکنن، کارهایی که به اونا سپرده میشه یا حتی قوانینی که صادر میشه از طرف دولت از قوه تنظیمیه یا قوه مقننه، اینها رو اجرا میکنن، طبق او کار میکنن. بیشتر وزارت ها کار اجرایی دارن تا کار استقلالی، استقلال ندارن و نباید هم داشته باشن. و مگر نخست وزیر که البته باز نخست وزیری هم که او صلاحیت داره باید شخصی باشد مناسب، بازم بر اساس شورای مسلمین به مشوره باید بکنن و امر شورا بینهم و بر اساس عدالت، که این موضوعات انشالله بعداً باز قوانین اصلی، 4 قانون اصلی نظام سیاست اسلامی بعداً انشالله خواهیم خواند. و فقه اسلامی حالا میخوای بحث کنه که این نوع وزارت که به وجود آمده، این که در کتاب و سنت نیامده که باید این نوع وزارت باشد، این نوع وزارت باشد، حالا این به وجود آمد، این مخالفتی با اسلام دارد یا نه؟ میگه فقه اسلامی این منع نمیکنه، لا يمنع فقه الاسلامی لا يمنع مثل هذه الوزاره، این نوع وزارت را منع نمی کند فی حالت تمتع السلطان او الامام به حقوق المعتاده، به شرطی که رئیس دولت همون حقوقی که دارد او چی نشه، پایمال نشه، به مطالعته لاعمال الوزیر، به این معنا که یعنی این جناب وزیر زیر مطالعه و نظر سلطان باشد، رئیس دولت باشد و رئیس دولت کارهای درست او را تایید کنه، کارهای غلط او را رد کنه. اگر به این شکل یعنی خیلی مطلق نباشه، به زیر سلطه رئیس دولت باشه و رئیس دولت هم بر اساس شورای مسلمین بعدن کارها انجام بده، به این شکل میشه از استبداد جلوگیری کرد بر اساس عدل و شورا. و نوع دوم از وزارت تنفیذ است و هو ان یعین الامام من ینوب عنه فی تنفیذ الامور، یعنی وزارت تنفیذی کسی است که معین و کمکگار رئیس دولت میشه در تنفیذ امور، دون ان تکون له سلطه استقلالیه، بدون اینکه سلطه مستقلی داشته باشد. و شروطی که باید در وزارت تنفیذ باشد کمتر است از شروطی که در وزارت تفویض است. یعنی مقام نخست وزیر یا رئیس الوزراء او باید خیلی شرایط سختی داره تا کسی نباشه که بعداً به ضرر مسلمین تمام بشه. باز این وزارت های دیگه چون زیر سلطه بالاتر هستن، زیر نظر هستن، با شروطشان خیلی سخت نیست. لأن تصرف وزیر تنفیذ مقصور علی رأی الامام و تدبیره، چون تصرفات و اعمال وزیر تنفیذ در زیر سلطه کیست؟ رئیس دولت و تدبیر اوست، کنترل میشه یعنی. و علما صفاتی را یاد کردن که در وقتی که وزیر اختیار میشه و کسی که این ولایت را متولی میشه داشته باشد. اول وزیر باید امانت دار باشد، هر کس در هر وزارتی که میآید این رشوت خور نباشد، خیانتکار نباشد، به ملت و مردم، به دین و ملت خیانت نکند، به دین و دنیای مردم خائن نباشد، حتی لا یخون فی ما قد اؤتمن علیه، در چیزی که به او سپرده شده در او خیانت نکند. حالا چی در وزارت دفاع، چی در وزارت اقتصاد است. مثلا شما فرض کنید شخصی وزیر دفاع تعیین کردن که این شخص میبینی با دولت‌های بیگانه پول گرفته، رشوت خورده و با اونا زد و بند کرده.
یا اینکه خیانت‌های دیگری انجام داده. این چنین شخصی نه دیگه، نباید وزیر دفاع بشه. یا اینکه در امور مردم خلاصه خیانتی دارد. و همچنین در وزارت تعلیم و تربیه، وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت، در هر وزارتی دیگه از صدق یکی از مهمترین وظایف رئیس کل افرادی که در دولت کار میکنن، خصوص اونایی که در رأسن، رئیس دولت و وزیرها، صداقت و راستگویی است. حتی یوثق بخبره، تا اینکه سخنش معتبر باشد. میای حرف میزنه مردم اصلا قبول نمیکنن، میگن این هم مثل اون دروغای دیگه ای تو. باید رئیس دولت این خیلی دقت بکنه و همچنین وزیرها که صداقت خود را برای مردم ثابت بکنن، نه اینکه به خاطر بعضی مصلحت‌های شخصی خود هر دروغی که به دهنشون برابر شد بگن. این اعتماد از بین میبره، شخصیت شما رو زیر سوال میبره، معلوم میشه شما افرادی هستید دروغگو که فقط به فکر مصلحت شخصی خود هستید و این سبب میشه مردم اعتماد نکنن. اما اگر مردم از رئیس دولت خود صداقت و راستی ببینن، به او اعتماد میکنن. باز هر وقت حرفی میزنه میگن این فلانی ای دروغ نمیگه. خوب یا بد پای پله همه چیز ایستاده و مسائل با مردم خود با صداقت در میان میگذاره. لذا برای یک نفری که وزیر هست لازمه که صدق لهجه داشته باشه، صادق باشه. سوم قلت الطمع، وزیر باید طمعکار نباشد، تعفف داشته باشه تا اینکه قبول رشوت نکنه، یک آدم رشوتخور نباشه. بعد افرادی بیاین کار کنن که به رشوت و به اینها گرفتار نشوند، یا اگر انچنین افرادی پیدا نمیشد سخت زیر کنترل باشن، یک سیستمی درست بشه تا اینکه خیانت نکنن، نظامی درست بشه که اجازه رشوت و رشوتخوری به اینها نده، یا خیلی جدی برخورد بشه با افرادی که این کاری انجام دادن، تنبیه سخت بشون تا اینکه جلوگیری بشه از این کار. چهارم این که ان یکون محایدا، وزیر باید بی‌طرف باشه. محاید یعنی بی‌طرف، چنین نباشه وزیر رفته اونجا چی مثل که در نظام دموکراسی ما دقیقاً یکی از مشکلاتی که در نظام دموکراسی همیه که یک نفر وقتی میره وزیر میشه از طریق کی میشه؟ رأیگیری که مثلا در پارلمان شده، پارلمان رأیگیری کرده این آدم وزیر تعیین کردن. حالا همون افرادی که در پارلمان به این آدم رأی دادن بعداً از این توقعاتی دارن و این آدم میشناسه که کی به او رأی داده، کی به او طرف دیگه رأی داده، همه گروه ها مشخصه، احزاب مشخصه، لذا این به حزب خود کار میکنه، برای یکی دیگه نمیکنه. برای همون افرادی که برایش رأی دادن هر چیزی بیان به او بگویند بعد بگه چشم سمینا و اطعنا، حتی اگه خلاف قانون باشه مجبور برای اونها کار کنه، چون اونا رأی دادن که آمده بالای این چوکی نشسته. پس لازم باید بی‌طرف باشه و لازم اون نوع رأیگیری اصلا اشتباهه. اینکه بی‌طرف باشه یعنی بین او و بین مردم دشمنی یا کینه‌ای نباشد، با او قوم کینه دارد، او از او فلان حزب است، او از فلان قوم است، او از فلان نژاد است، یا ای از فلان این نفر آمده پیش او به فلان زبان صحبت میکنه، مشکل او باید حل بشه. اگر به فلان زبان صحبت کرد مشکل او نباید حل بشه، بی‌توجهی بشه. نه، وزیر نباید چنین باشه. وزیر برای ملت و مردم است. حتی نفری که مسلمان نیست، اهل ذمه است، کافر است، آمده کار او رو باید انجام بده، این بدون هیچ تفاوت بین او و شخص مسلمان، چون او اهل ذمه هست و با او عهد داری، با او ذمه داری، جزء یک کشور است، در زیر سلطه حکومت زندگی میکنه، ولهذا باید که حق او را ادا بکنی. پنجم حضور الذاکره، رئیس دولت اینجا باشه، وزیر گفته باید حافظه خیلی خوبی داشته باشد تا اینکه بتونه مطالبی که کارهایی که انجام شده به خلیفه یا امیرالمومنین او را عرضه کنه به زیبایی. البته میتونه حال امروز حافظه خیلی مهم نباشه، به او حد زیاد کل حفظ کنه، لازم نیست، چون عموما اینا حالا دیگه در کامپیوترها ثبت میشه، نوشته میشه، کلا اون ثبت و چیها داده میشه، لازم نیست با حافظه خود بیای اونا مطرح کنه. این در گذشته بوده. ششم الذکاء و الفتنه، وزیر دولت در هر رشته‌ای که است، در هر بخشی که است، در هر وزارتی که است، باید خیلی ذکی، خیلی فتن، هوشیار، زیرک باشه. حتی لا تدلس علیه الامور، تا اینکه امور به او پوشیده نشود، بفهمه چه کار میکنه، چه کاری به نفعه. در وزارت اقتصاد کار میکنه، کاری نکنه که اقتصاد یک ملت 50 سال ببره به عقب. در وزارت تحصیلات کار میکنه، کاری نکنه که 50 سال تحصیلات یک کشور ببره عقب، بلکه این پیشرفت بده، مردم در تحصیلات خود پیشرفت بکنن، در اقتصاد پیشرفت بکنن، در وزارت دفاع پیشرفت بکنن، در وزارت تعلیم و تربیه هست یا وزارت ارشاد و حج و اوقاف و اینهاست، در ارشاد اسلامی، در هر کدام کاری انجام بده که ملت رو پیش ببره، نه اینکه به عقب ببره.
هفتم الا یکون من اهل الاهوا، رئیس دولت وزیر از جمله اهل اهوا، یعنی با عقیده فاسد و باطل نباشد، عقیده غلط نداشته باشد، عقیده نادرست نداشته باشد، تا اینکه این هوای او، این عقیده باطل او را از حق به طرف باطل بکشد. و تمامی صفاتی را که فقها یاد کرده‌اند اینها ضمانتی است در واقع به خاطر تحقیق مقاصد شریعه. اگر اینها باشد، این 7 شرط باشد، واقعا شخصی که اینجا کار میکند همون مقاصد شرعی که از سلطه تنفیذیه است انجام میشه. سلطه تنفیذیه بحث وزارتخانه ها که است، کاملا با این خصوصیات میتونن خیلی دقیق کار کنن و به نفع ملت و مردم خود در دین و دنیایشون واقع بشن. سواء فی الوزراء او ولات الذین یعینهم الامام، چه حال در بخش وزیرها حساب کنیم چه در بخش والی هایی که رئیس دولت را همکاری میکنن در ولایت هایی که هستند، بر اقالیم یا منطقه ولایت هایی که هستند. و غیرهم ممن له ولایت عامه، دیگه هر کسی دیگه که ولایت عمومی داره، سلطه عمومی داره، قدرتی به دست اوست، باید این چنین صفاتی را داشته باشد تا به نفع ملت و مردم در دین و دنیایشان واقع شود. خب ما 3 نوع سلطه خواندیم، تمام شد سلطه های سگانه. و حالا میایم یک بحث دیگری میخوانیم، ارتباطات خارجی دولت اسلامی. دولت اسلامی در ارتباطات خارجی خود با کشورهای دیگر چه نوع ارتباطی را باید که داشته باشد. این بحث ان شاء الله در جلسه آینده خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و در پناه خود داشته باشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.